در حالت عمود قرار بگیره. دست‌ها رو دایره بزرگ جلوی بدن نگه دارین طوری که انگار به سینه‌تون جوش خورده و اگر ما به سمت چپ یا راست بچرخیم دست، سینه و سر همزمان با هم بدون هیچ تغییری در لگن و پایین تنه به دو طرف حرکت بکنه. این بار سمت راست بمونیم و دست‌ها رو به دو طرف باز کنیم. از چرخش خارج بشیم و به سمت مخالف بچرخیم و دوباره دست‌ها رو کامل از کتف باز کنیم. بچه‌ها دقت بکنین که از فرق سرمون مرتب خودمون رو به سمت سقف بالا بکشیم و پشتمون رو صاف نگه داریم. دست‌ها رو از پشت توی هم حلقه کنید و با کمک دست راست دست چپ رو به پهلوی بیرون بکشید و گردن رو به سمت پهلوی راست بکشید و سپس جای حرکت رو عوض بکنید. دست‌ها رو سر زانو قرار میدیم بدون بلند شدن زانوها یا خم شدن آرنج‌ها و بدون اینکه سینمون رو تنگ بکنیم چونه رو میکشیم تو گودی گردن، از شکم و کمر خودمون رو به سمت عقب مثل حرف سی انگلیسی میکشیم. آرنج‌ها رو خم میکنیم جلو، گردن کشیده میشه به سمت سقف، بالا رو نگاه میکنیم و کمر رو به سمت پا قوس میدیم. حرکت کت کو به حالت نشسته رو تکرار میکنیم. پاها رو روی زمین میذاریم، هر دست پشت پای خودش رو میگیره و مهره به مهره آروم دراز میکشیم روی زمین. مثل وقتی که میخواین یک شلوار جین تنگ رو بپوشین. شکم و کف لگن رو کامل منقبض کنید و گودی کمر رو بذارین روی زمین. پای راست رو پوینت رو کشیده جلو میکشیم بدون بلند شدن گودی کمر از زمین، لیفت ساده به سمت زمین و بعد عمود به بدن پا رو بلند میکنیم. این بار پا رو بالا نگه میداریم، با نوک انگشت شست دایره های کوچیک فرضی روی سقف 10 بار پاد ساعت گرد و 10 بار ساعت گرد انجام میدیم. دقت کنین که پای ما از مفصل لگن فقط باید تکون بخوره. پا رو ثابت نگه میداریم و از مچ پا شروع میکنیم پا رو پوینت و فلکس کردن. پا رو فلکس نگه دارین. فکر کنید سقف افتاده کف پاتون. سقف داره پاتون رو به سمت سینه و صورتتون فشار میده و شما با فشار پاتون رو میبرین به سمت بالا. پس انقباض و فشار رو روی پاتون ایجاد بکنین. ساق پاتون به سمت بالا باشه و به سمت پایین نیفته. پا رو پوینت رو کشیده تو زاویه 90 درجه نسبت به بدن نگه میداریم. دستا رو میذاریم زیر سر. آرنج راست رو روی زمین فشار میدیم و با کمک عضلات مورب شکم بدون اینکه آرنجمون رو جمع کنیم و سینه رو تنگ کنیم خط صاف به سمت زانوی پای راست بلند میشیم. آرنج چپ و زانوی راست رو مماس به هم یا نزدیک به هم نگه میداریم ثابت بالا و بعد پای چپ رو شروع میکنیم لیفت ساده به سمت زمین و تا کنار زانوی پای راست. این بار پای راست رو با حفظ زاویه 90 درجه به سمت زمین میکشیم. به محض اینکه انگشت شست زمین رو تاچ کرد پا رو صاف و کشیده میاریم جلو. پای چپ و بالا تنه ثابت میمونه. خب حالا میخوایم دوچرخه با پای صاف رو انجام بدیم. پای راست رو صاف و کشیده به سمت زمین میکشیم. پای چپ هم همینطور. قراره دوتا پامون مثل قیچی از کنار هم رد شن و هر بار که پای راستمون به سمت بالا میاد از آرنج چپ به سمت زانوی پای راست خم شیم و حرکت رو تکرار کنیم.
هر دوتا پا رو میذاریم روی زمین. اگر دیسک کمر نداریم مهره به مهره از باسن تا کتف خودمون رو میکشیم بالا و اگر دیسک داریم لیفت کامل ساده انجام میدیم. پای راست رو از روی زمین بلند میکنیم، عمود به بدن و تا امتداد زانوی پای چپ پا رو میکشیم پایین و دوباره به سمت بالا حرکت رو تکرار میکنیم. دقت کنیم که باسن ما بالا و پایین نشه. آروم مهره به مهره برمیگردیم روی زمین. شکم رو داخل میکشیم، گودی کمر میچسبه روی زمین و حرکت هایی که تا اینجا برای سمت راست انجام داده بودیم برای سمت چپ تکرار میکنیم. پاها رو جمع کنیم توی شکم، از زیر زانو پاها رو بگیریم، کتف و گردن رو میکشیم بالا و همزمان پا رو به سمت پایین میکشیم و آهسته و آروم با گهواره شکمی بلند میشیم و میریم توی 4 دست و پا. توی 4 دست و پا بچه‌ها میخوام دست چپ و پای راست تا امتداد گوش و باسن کشیده بشه بالا، به شرط اینکه کتفم بالای مچم باشه. پای دیگه‌ای که روی زمینه روش رو کامل روی زمین فشار بدم و وزنم رو بین 2 دست و پای باقی مونده بندازم. شکمم منقبض و لگنم نچرخه. بعد از این کار دست و پا رو به سمت 2 طرف میکشم. پا کاملا موازی با زمین باشه و به سمت پایین سقوط نکنه. پنجه های پا رو روی زمین قرار میدم. زانوها رو کمی از زمین دور میکنم، حرکت برکرال، و در این حرکت باقی میمونم.
پشتم کامل صاف و کشیده، شکم تو و باسم منقبض هست. دوباره پنجه ها رو میذارم روی زمین، اول بیر کرال و بعد تک تک پاها رو بدون چرخش لگن به چپ و راست دونه دونه عقب و بعد جلو میکشم و دوباره میرم توی بیر کرال. یک بار با پای راست برمیگردم عقب و جلو و دفعه بعدی با پای چپ و میریم سجده. از سجده خارج میشیم، میریم تو 4 دست و با و حرکت برد داگ رو برای جهت مخالف انجام میدم. بازم تاکید میکنم نباید روی پایی که روی زمین هست خودمون رو بندازیم. با انقباض شکم و با کشیدن خودمون به سمت سقف باید وزن رو بین 2 دست و پا تقسیم کنیم. در این صورت هست که کامل حرکت روی شکم میفته و بعد دست و پا رو تا جایی که میتونم به 2 طرف اکستند میکنم. پنجه های پا رو میذاریم روی زمین، میرم بیر کرال و این بار در کمترین حالت چرخش لگن میخوام تپ شولدر بزنم. یک بار دست راست و یک بار دست چپ. از سجده خارج میشم، میخوابم روی شکم. خوابیدن روی شکم بچه‌ها به معنی این نیست که من خودم رو شل و ره روی زمین بندازم. شکمم باید منقبض باشه طوری که زیر ناف خالی هست. دستا رو میذارم زیر سر، پیشونی رو میذارم روش، بدون هیچ حرکتی تو بالا تنه یک بار پای راست و یک بار پای چپ رو میکشم بالا طوری که رون از زمین جدا بشه. دست ها رو میکشم جلو و این بار دست و پای مخالف رو پا تا امتداد باسن و دست تا امتداد گوش بدون چرخش بدن به چپ و راست یا حرکت توی سینه میکشم بالا. دستا رو میذارم کنار گوش، سر و سینه رو تو خط صاف و مستقیم میارم بالا. پاهام از روی زمین بلند نمیشه، گردن امتداد ستون فقرات هست و بعد بالا میمونم. دست ها رو میکشم امتداد سرشونه و دوباره برمیگردونم کنار گوش. و ترکیب میکنم حرکت رو. امتداد سرشونه، کنار گوش و بالای سر. شکم منقبض، سینه به سمت بالا، گردن امتداد ستون فقرات و پا محکم روی زمین قرار گرفته. دوباره خیلی آهسته برمیگردم پایین، با فشار دست مثل حالت شنا سوئدی خطکش میام بالا و برمیگردم توی سجده. با فشار کف دست و پنجه ها روی زمین میرم توی حرکت پایک و سر و سینه رو کامل میکشم به سمت پاها و بعد بدون کوچکترین حرکتی در لگن مهره به مهره میام بالا. جایی که پام زاویه 90 درجه پیدا کرد دستا رو میذارم روی رونم و آهسته شروع میکنم کتکر رفتن. پشت رو گرد میکنم به سمت بالا، چونه رو میکشم تو گودی گردن و بعد کمر رو میکشم به سمت زمین و در هیچ حالتی شکمم از انقباض خارج نمیشه. مهره به مهره برمیگردم بالا و شروع میکنیم به کول داون کردن.
خب امیدوارم از این جلسه خوشتون اومده باشه. جلسه اول چالش در سطح متوسط که من میخوام حسابی یاد بگیریم عضلاتمون رو به درستی درگیر بکنیم. امیدوارم که انجام بدین و حتما بهم فیدبک بدین. خیلی ممنونم از همتون.